درود بر دوستان خوب و نازنین چنل پریفان موزیک. خیلی خوش برگشتید. قراره بریم و به تاجیکستان زیبا و حضور این یوتیوبر رو در واقع بلاگر ایرانی رو که در کنار یاسمین جان هنرمند دوست داشتنی کشور تاجیکستان که ازشون ریاکشن های متفاوتی داشتیم و هنرمند بسیار محبوب و مقبولی هستن، بریم و با هم ببینیم و این در واقع ولاگ یا این ویدیو رو با هم دیگه و کلی گپ بزنیم، لذت ببریم. لایک و کامنت رو برای ما فراموش نکنید. بریم ببینیم در تاجیکستان چی گذشته برای این دوست ایرانیمون در کنار این هنرمند تاجیک. سلام، خسته نباشید. سلام، خسته نباشید. زنده باشید، سلامت باشید. بفرمایید. به صفا باشه، رستوران باشه. دوستان پیش یاسمین بانو عزیز هستیم. سلامت باشید. بزرگوارید. شرمنده‌مون کردید. زنده باشید. مهمونشون هستیم و از خواننده‌های خوب و معروف تاجیکستان. تحفه چی میگه؟ کلاه چی میگه؟ هستیم و از خواننده‌های خوب و معروف تاجیکستان شرمنده کردیم. زنده باد. حالشو ببر. خیلی شرمنده‌مون که این برای سر منه یا برای سر بر من میذاری رو سر من؟ اونا دیگه برای پوشش من نیست. برای مامان جان تو دستتون درد. برای مادر جان محبت زنده باشید. ما میشونو دوست داریم. دستشون از طرف ما ببوسید. بزرگوارید. چقدر خوشقلب، چقدر خاکی، چقدر دوست داشتنید شما آخه. مرسی از یاسمین جان هنرمند و در کنارش خوشقلب. زنده باشید. یا خدا. به به. دست شما درد نکنه. خوراک بسیار. من فیلم میبینم استخون در میارن خوشم میاد. ببخشید استخون رو دست میزنم اینجوری میکشم گوشت میفته خوشم میاد. بس دیگه فیلم نگیم بخوریم. چیه جریانش؟ یه اتفاقایی میخواد بیفته فکر کنم. یا خدا. قراره بریم لایو موزیک هم داشته باشیم در کنار نهار و غذای خوشمزه‌ای که پلو گوشت دیگه. آقا مخلصیم. نوش جان. محبت کردید. بیا این گوشی منم بگیر. دست درد نکنه. ماشاءالله عشق میکنه توی تاجیکستان. به اسمشو براش پکاکی کردن با حالا مشخص نیست ولی روی قطعه چوبی. چقدر زیبا و قشنگ یادگاری است. میدونی بعضی یادگاری ها و تحفه ها ساده است ولی انقدر حس خوب به آدمیزاد میده که اصلا غیر قابل گفتنه، غیر قابل وصف. الان حس این پسر رو میشه دید دیگه، اینجوری وایساده و دیگه از اوج مهمان نوازی داره لذت میبره در تاجیکستان دوست داشتنی. زنده باد. سوال همیشه برای من هست که اون چه ماده‌ایه که میریزن روی این، حالا وقتی دارن آشپزی و این روش طبخ و درست کردن غذا رو انجام میدن که اینجوری آتش همینجوری میمونه.
بعد نمیسوزونه، یعنی باعث میشه که اون سطح الان اون پلویی که اون زیره نسوزه. خیلی جالب و هیجان انگیز به نظر میرسه. به کیفش رو ببر. همیشه به سلامتی و خوشی و شادی. آمدیم به تاجیکستانی ما زیاد خرسان شدیم. ممنون. روی نانه اون طرح رو ما میگیم سیاه دونه، فکر کنم با سیاه دونه روی نون درستش کردن. چقدر قشنگ. من فکرم چوب ابتدا. مردم ایران ما زیاد دوست می‌داریم تاجیکستانی ها. صدقه قدم شما. بزرگوارید. با شخصا مردم مازندران ما مخلصم. بزرگوارید. با نزدیکی انتظار باشین یک سرودک مازندرانی برای مردم ایران مازندران حتما از آواز من صدا داده میشه و انشالله. بسیار عالی. با جان دیر. بفرمایید. اونی که می قلبه می جانه بچه مازندرانه، قلب ما رو خانه دیوانه بچه مازندرانه. اونی که می رو روانه بچه مازندرانه، قلب ما رو خانه خودش میدانه بچه مازندرانه. جان و جهانه مازندرانه، جان و جهانه مازندرانه. زنده باشید. ببین وقتی یه هنرمند اینجوری صدای خامش، یعنی صدای این که تو استودیو نرفته، ضبط نرفته، تنظیم نشده، انقدر قشنگه دیگه معلومه با تنظیم و اینها چه شود. یا آهنگ ایرانی قراره تقدیم کنه، همونجوری که گفتن خطه شمال، در واقع شمال ایران، مازندران زیبا و سرسبز که شباهت زیادی هم به طبیعت تاجیکستان و دوشنبه داره، چیزایی که حالا ما داریم میبینیم از تاجیکستان و میخواد آهنگ رو بخونه. یک دونه تاجیکی که از این نون بدم همه بخوریم، نون و نمک هم دیگه خورده باشیم. به به این نون خوردن داره. اونجا میریزه. نه پیش شما نبید. جوان نمیشه. بس بفرمایید هر کسی یه تیکه برداره، ما نون و نمک هم دیگه خورده باشیم. این همه زحمت کشید، محبت کردید. ممنونم یاسمین جان، لطف کردید. انشالله ایران تشریف جبران کنیم. زنده باشید. نوشه جان. یک دانه تاجیکی هم بیشه. تاجیکی تخصصی ما رو بهمون کنید. با جان و دل. چقدر قشنگه که اینجوری، یعنی همینقدر راحت، همینقدر صمیمی صداشون رو به در واقع میرسونن توی یه ویدیوی انقدر قشنگ میخونن، با وجودی که هنرمند بسیار مطرحی شدن و مشهور شدن، ولی انقدر هم صمیمی و خاکی دارن رفتار میکنن. آفرین. زنده باشید. سرودای تاجیکی را شما یگان تاش دوست می‌دارین؟ یگان تاش اگر گوش داده باشین معلومه. میخوانم براتون زمزمه. تاقی بسر تاقی هم تاقی رمته هم تاقی رمته من تاقی تاقی رو برسر کن. زنده باشی. تاقی بسر تاقی شاهی بسر شینم سری کوچه ها پرسم خبره، شیشتم سری کوچه ها نامد خبره، بیا چی دای بچه بریز جیگره، بیا چی دای بچه بریز جیگرت، شراره خاطره ها زیشقی دیری نیما، اگر از تو یاد آید دلم به فریاد آید ای تاقی بسره. زنده باشید. زنده باشید. تاقی بر سرت. ممنونم. محبت. چقدر خوشگل و زیبا و جذاب این کلاه، این تاقی، حالا هر چیزی که اسمش شاید توی در واقع چی میگن لفظ محلی میگید، ولی کلاه بسیار زیبایی است و
تحفه است بالاخره برای عروسش، یعنی خانم این توریست و در واقع یوتیوبر ایرانی علی آقا هم تحفه هایی دادن برای همسرش که اهل افغانستانه و برای مادرجانش و این محبت بی پایانه. انشالله میگم یک روزی بیاییم و در تاجیکستان زیبا کلی دوره هم خاطرات زیبا بسازیم، لذت ببریم و از فضا، از هوا، از حس و حال خوب همدیگه به همدیگه بگیم و صفا کنیم. امیدوارم با ما همراه بوده باشید و به زودی برمیگردم خدمتتون با ویدیوهای دیگه. خدا نگهدار.